وعده ما برای ملت هرات بدم، شما از ما سه چیز خواسته باشید: امنیت است، عدالت است و اقتصاد است. سه حق بر ما. روزی بیایه که عسکر ما هم حاجت به تفنگ نداشته باشه و بسیار یک امنیت فوق العاده در کشور عزیز ما و شما حاکم باشه. از حاکمیت امارت اسلامی 3 سال می‌گذرد و در این سفر 3 ساله دستاوردها و پیشرفت‌های زیادی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته است. در این گزارش تحلیلی از وضعیت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی 3 سال گذشته ولایت هرات را مورد بحث قرار می‌دهیم. امنیت یکی از مؤلفه‌های مهم آرامش یک جامعه است که متاسفانه در 20 سال گذشته مردم از آن محروم بودند. اما حالا با گذشت 3 سال از حاکمیت امارت اسلامی نه تنها خبری از اختطاف، ترور و ناامنی در هرات نیست که حتی یاد و خاطران از ذهن مردم این شهر نیز فراموش شده است. ستادم را با اختطاف شده بودم. بعد از 96 ساعت به کمک و همکاری مجاهدین ریاست استخبارات ولایت هرات کاملا سالم آزاد شدم. همین جا به جا گفتم بده موبایل پدر خود شماره پدر خود که ما خونه گپ زدیم. انا پلیسوار سبینا هم زنگ زدم و گفتم شما خاطر جمع باشین. با جناب ولی سبدیشو ساعت 10 بجه زنگ زدن. شب و روز تمام فامیل ما 5-6 پسر دارم. امارت اسلامی این امرو به پیان مادر دادی، این خدا امرو ندن خدا این دست کافر بر نجات دادی. حاکین اکتر بگردم، حاکین اکتر بگردم. خدا تو مسح کنه، خدا نیروتو خدا تو کامیاب کنه. قاتلان ساطف الهوا دمي مفعول امداد قاتل فاروق زاد قاتلان فارغ ويعداد قاتلان ساطف مهمترین دستاوردهای اداره محلی در عرصه امنیت: تأمین امنیت سرتاسری، قانون مداری، برچیدن باندهای اختطاف و اجازه ندادن به فعالیت گروه‌های شرور. استادفات اجمن هست می وطن یه دهر افغان دل و روح و تن شکر ازادی راغلق. از آن جایی که اقتصاد افغانستان در اداره جمهوریت متکی به کمک‌های خارجی بود، با حاکمیت دوباره امارت اسلامی قطع کمک‌ها و توقف پروژه‌های بین‌المللی گمان بر این بود که اقتصاد افغانستان فرو می‌پاشد. اما نه تنها اینطور نشد، بلکه با سیاست اقتصاد محور امارت اسلامی رشد و تقویت سکتور خصوصی و صادرات را به همراه داشت و هر روز وضعیت بهتر شد. تنها در هرات بیش از 30 طرح کلان اقتصادی به ارزش میلیاردها دلار روی دست گرفته شده که کار عملی اکثر پروژه ها آغاز و پروژه های باقی مانده نیز در مرحله اجرا قرار دارند. مهمترین دستاوردهای اداره محلی هرات در عرصه اقتصادی: تکمیل سروی‌های فنی و آغاز کار عملی پروژه بزرگ منطقوی همچون تاپی و تاپ، حمایت همه جانبه از سکتور خصوصی، افزایش کارخانه‌های تولیدی از 120 به 1000 کارخانه در شهرک صنعتی، توسعه داد و ستد تجارتی و روابط ترانزیتی با کشورهای همسایه، ایجاد تسهیلات در گمرکات و سرعت در صادرات و واردات محصولات تجارتی، پیشرفت 85% کار ساخت بند پاشدان به هزینه 117 میلیون دلار،
آغاز کار عملی اکتشاف و استخراج معدن آهن غوریان به ارزش 5 میلیارد و 570 میلیون دلار، پیشرفت 65% کار ساخت تأسیسات پروژه سمنت، اختصاص 50,000 جریب زمین برای ساخت شهرک صنعتی جدید، تأسیس فاز 5 شهرک صنعتی هرات به مساحت بیش از 600 جریب زمین، اختصاص 100 جریب زمین برای ساخت مرکز پروسس محصولات داخلی و وارداتی، آغاز کار اکتشاف و استخراج معدن آهن ولسوالی پشتون زرغون، آغاز کار اکتشاف و استخراج معادن زغالسنگ مسجد چوبی ولسوالی کروخ و منطقه نایک ولسوالی اوبه، آغاز کار اکتشاف و استخراج معدن باریت منطقه چارولنگ ولسوالی رباط سنگی، تکمیل 70% فاز اول قطعه 4 خط آهن خاف هرات، پیشرفت 97% کار ساخت شاهراه حلقوی افغانستان به هزینه 65 میلیون دلار، آغاز کار عملی ساخت ترمینال بین المللی هرات به مساحت 2000 جریب زمین و به ارزش 20 میلیون دلار، آغاز کار عملی آسفالت شاهراه مرکزی هرات غور به طول 30 کیلومتر و با هزینه 1 میلیارد و 600 میلیون افغانی، ترمیم سرک هرات قندهار به ارزش 30 میلیون افغانی و خط اندازی شاهراه هرات اسلام قلعه به ارزش 23 میلیون افغانی. پرځانو نظر کړي د پالنه د وطن د هرې معرکې به رای آخر هم ګټلې د هرې معرکې به رای آخر هم ګټلې تاریخ ته مو ور وګوره دښمن د وطن غوټۍ د آبادۍ د پالمن د وطن پرځانو نظر کړي د پالنه د وطن پرځانو نظر کړي. با برقراری نظم و امنیت در شهر باعث شد تا مردم به آرامش کامل دست پیدا کنند و با اجرای پروژه های بزرگ انکشافی هرات مسیر تعالی و پیشرفت را به درستی به پیما گرفت. با ارواح رحمتنا لوینو دی خال پاتی د پزن د وطن غوټی د مهمترین دستاوردهای اداره محلی هرات در عرصه اجتماعی: مبارزه جدی علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، جمع‌آوری بیش از 2000 از تکدیگرها از سطح شهر هرات، جمع‌آوری و تداوی 19000 معتاد از سطح شهر، حل مشکل اداره پاسپورت و به صفر رسیدن ازدحام درخواست کنندگان، تسریع روند توزیع تذکره‌های برقی، اجرای پروژه تنویر سرک‌های شهر، عقب نشینی و آسفالت سرک‌های مهم درون شهری، بهبود ارائه خدمات صحی با افزایش امکانات تازه در شفاخانه‌های دولتی، ساخت شفاخانه کادری پوانزه طب پوانتون هرات به هزینه 28 میلیون افغانی، دیدارها و نشست‌های مشورتی دوامدار با اقشار مختلف مردم برای حل مشکلات آنان، کنترل قیمت‌ها در حالت‌های اضطراری، آغاز پروازهای بین‌المللی حجاج از هرات به عربستان، رسیدگی به امور زلزله زدگان و ساخت نزدیک به 10,000 خانه برای آسیب دیدگان، ساخت 2 مسجد بزرگ در شاهراه هرات قندهار به هزینه 62 میلیون افغانی، ساخت 16 چکدم در ولسوالی‌های هرات به ارزش حدود 65 میلیون افغانی، اجرای چندین پروژه آبرسانی در ولسوالی‌های هرات به ارزش 170 میلیون افغانی، بازسازی مسجد جامع بزرگ هرات، عقد قرارداد جمع‌آوری زباله‌های شهری و بازیافت آن و ترتیب و نهایی سازی پلان تفسیری و بهسازی شهر هرات. با این همه با وجود تحریم ها، مسدود کردن دارایی های افغانستان و مشکلات موجود، رهبران امارت اسلامی و بالاخص اداره محلی هرات با بهره‌گیری از دانش نوین فرزندان این مرزبوم توانستند مسیر رشد و توسعه افغانستان و به ویژه هرات را فراهم کنند. جای بس تأمل و بالندگی است.
کشوری عزیزی با وطنم کشوری